امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری وقتی که گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الحیض، کتاب حید گفتند، و قول الله تعالی و یسألونک عن المحیض، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، الله تعالی میگوید مردم آمده تو را از مسئله حیض پرسان میشوند، چیکار کنیم و چی هست؟ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، ای پیغمبر بگو که وای اذیت است، این یک خونی اذیت است، این خونی ضررناک است، بنابراین در این حالت نزدیک شدن به جای خون حرام است. و بعضی طبیب ها که چندین سالها آید این بحث کردند و جستجو کردند و کتاب ها نوشتند، به خلاصه رسیدند که کسی اگر در حالت حیض به همسرش نزدیکی کند، مراد جماع هست، به بیماری های پراستات گرفتار می شود. علمای اسلام باشند میگن که ما 1400 سال این جانب از این مسئله ها با خبر هستیم. الله تعالی گفت که قل هو اذن، ای پیغمبر برای مردم بگو که این اذیت است، این خونی ضرر آور هست. فاعتزلوا النساء فی المحیض، شما زنها را در حالت محیض کناره‌جویی کنید، یعنی از موضعی که از آنجا خون جاری می شود از آنجا دور ایستید. ولا تقربوهن حتی یطهرن، شما به زنها نزدیکی نکنید، به معنای یعنی جماع هست. فاذا تطهرن، تا مادامی که پاک نشوند به موضعی که از آنجا خون جاری می شود نزدیکی نکنید. وقتی که پاک شدن فأتوهن من حیث امرکم الله، شما به نزد آنها هر جایی که الله تعالی امر کرده است بیایید، لیکن فقط به موضع شدگارگاه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، الله تعالی بندگان توبه کننده و بندگان پاک را دوست می‌دارد. در سوره بقره آیه 22.